در روزگاران قدیم در سرزمین ایران قهرمان بزرگی به نام رستم زندگی می‌کرد. او با دلاوری‌هایش در میدان‌های جنگ و شجاعت بی‌نظیرش در برابر دشمنان نامی جاودانه در تاریخ به دست آورده بود. اما این قهرمان بزرگ در دل خود غمی پنهان داشت که هیچ کس از آن باخبر نبود. روزی رستم به سرزمین توران سفر کرد و در آنجا با دختری زیبا به نام تهمینه آشنا شد. عشق بین آن دو مانند آتش زبانه کشید و شب‌های دلانگیز و رویایی را در کنار یکدیگر گذراندند. اما سرنوشت آنها را از هم جدا کرد و رستم به وطنش بازگشت بی آنکه بداند تهمینه فرزندی از او به دنیا آورده است. سالها گذشت و سهراب فرزند رستم در سرزمین توران بزرگ شد. او از قدرت و شجاعت پدرش آگاهی داشت و آرزو می‌کرد روزی با او دیدار کند و نامش را بر سر زبانها بیندازد. اما سهراب نمی‌دانست که پدرش همان رستم است که در افسانه‌ها از او یاد می‌شود. سهراب با شجاعت و دلیری به میدان جنگ رفت و تصمیم گرفت تا رستم را پیدا کند. او با خود می‌گفت اگر پدرم رستم است باید او را شکست دهم تا نامم جاودانه شود. در روزی سرنوشت ساز دو قهرمان به یکدیگر برخورد کردند. رستم با چهره‌ای پر از غرور و سهراب با چشمانی پر از امید و آرزو در میدان نبرد حاضر شدند. نبردی سخت آغاز شد. صدای شمشیرها در آسمان طنین انداز شد. دلها را به تپش انداخت. سهراب با تمام قدرتش به رستم حمله کرد. اما رستم نیز با تجربه و دلاوریش پاسخ داد. این نبرد نه تنها یک جنگ عادی نبود، بلکه نبردی بود میان دو نسل، دو قلب و دو سرنوشت. هر ضربه‌ای که به هم می‌زدند گویی سرنوشتشان را رقم می‌زد. ناگهان در